سلام دوستان، وقتتون بخیر. تو این ویدیو میخوام مدار شارژ گوشی A125 رو بررسی کنیم، تحلیل کنیم، ببینیم که چه خبره. کارهای ابتدایی رو که خب خودتون حتما انجام دادید: سوکت شارژ، برد پایین، فلتی شارژ. ما اینجا فقط درباره برد اصلی داریم صحبت میکنیم. ببینید، خب ما به یک پایه GND احتیاج داریم که خب این سمت چپی GND و عموما خرابی هم نداره. سمت راستی ولتاژ اصلی ما، یعنی برق اصلی وارد کانکتور برد میشه. این وی باس وارد آیسی OVP میشه، همونطوری که اینجا مشخص کرده. ما وارد، البته مسیرش میاد اینجا چند تا خازن داره. حالا یک دیود، حالا اگر روی برد اصلی باشه یا نباشه فرق نمیکنه، و بعدش وارد آیسی OVP میشه. آیسی OVP به معنی اوور ولتاژ پروتکتور هستش، پروتکتد هستش، یعنی در واقع محافظت میکنه از ولتاژ اضافی که وارد آیسی شارژ نشه و خرابی ایجاد نکنه. یعنی اگر ولتاژ اضافی وارد بشه و مثلا شارژر غیر اصولی یا پاور بانک، شارژ فندکی اینا استفاده بشه، اولین چیزی که میسوزه این آیسی هستش که محافظت کنه از آیسی شارژ ما. پس اینجا وارد آیسی OVP میشه. این هستش آیسی OVP. یک ورودی داره، یک خروجی داره، دو تا پایه دیگه داره. یک پایه انیبل یا راه انداز داره و یک پایه هم باس دیتکتد داره که در واقع شناسایی میکنه. ببینید این پایه B1 باس دیتکتد هستش که USB رو شناسایی میکنه. یه ماسفت هم اینجا داره. این پایه میاد اینجا و وارد این ماسفت میشه. پس یک پایه شناسایی داره که متوجه بشه که USB متصل هستش یا نه، و یک پایه راه انداز هم داره. این شد پایه دیتکتد یا شناسایی و این شدش پایه راه انداز که توسط این مقاومت اینجا راه اندازی میشه. خب اینا شدن ورودی ولتاژ. اون 5 ولت اصلی میاد، شناسایی میشه، راه اندازی میشه و این هم که خروجیش. از اینجا مستقیما میره وارد یه دونه سلف میشه و بعد از سلف هم وارد آیسی شارژ میشه. و اگر همه چیز درست باشه اینجا وارد آیسی شارژ میشه و اگر همه چیز درست باشه آیسی شارژ هم خروجی ولتاژ رو اینجا به ما میده و باتری ما شروع میکنه به شارژ کردن. علاوه بر این، توی گوشی‌های جدید که از فست شارژ ساپورت میکنن ما احتیاج به پایه های دیتایی هم داریم که هم برای انتقال دیتا از کامپیوتر به گوشی و هم برای شناسایی شارژ سریع. پس دو تا پایه دیگه احتیاج داریم: USB دیتا پوزیتیو و USB دیتا نگاتیو. و اگر فست شارژ شما کار نکرد باید این دو تا پایه رو هم چک کنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 پایه های شماره 10 و 11 کانکتور رو یک تست دیود بگیرید، ببینید که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 616 تست دیود ولیو بگیرید. مولتیمتر رو روی حالت دیود بذارید، پراپ مثبت روی بدنه و پراپ منفی رو بذارید روی این پایا و تست بگیرید. هر کدومش مشکل داشت مسیر رو چک کنید دیگه. مثلا اولیه میاد اینجا یک خازن سر راشه، میاد یه خازن سر راشه و بعدش یک مقاومت داره. بعد از اون مقاومت وارد آیسی شارژ میشه. پایینش هم همونطور، یک خازن، یک مقاومت. مثلا یه دونه مقاومت ها کندشه ممکنه دیگه فست شارژ ما کار نکنه و بعد وارد آیسی شارژ میشه. خود آیسی شارژ هم این دیتا ها رو باید با سی پی یو در جریان بذارین، ارتباط داشته. این دیتا ها اینجا وارد میشن و بعد از طریق دو تا لاین USB AP دیتا نگاتیو و USB AP دیتا پوزیتیو
اپلیکیشن پروسسور هست، همون سی پی یو هستش که از اینجا مستقیما وارد سی پی یو میشه. این قسمت بالام که اینجا مشخص کرده که ولتاژ وی پی اچ ما رو میسازه، یعنی وقتی شما باتری رو جا میزنید آیسی تغذیه اول روشن میشه، وی پی اچ تولید میشه، یک ولتاژ بین 3 و 7 و 4 تولید میشه و بعدش آیسی این ولتاژ وی پی اچ وارد آیسی تغذیه میشه و تغذیه روشن میکنه. تغذیه هم بخش های مختلف رو ساپورت میکنه و ولتاژاشون رو میسازه. این بررسی مدار شارژ و یو اس بی این گوشی بودش. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.